مرحبا و سلام علیکم. امروز می براتون نک بکنم ماهیچه پلو با برنج ابو کمال. گازشم گرد رفتم مدینه حمد سوق واقف پیش مؤسسه کمالی. گفت آقای کمالی و تن برنج ابو کمال. اش گفت بله امن او هم به چه جمال. برنجشم واسه و هندم خونه. درش بازم کو و امکا او شلی. و کمی نمک هم امکا شلی. و امنا کناره که 1 ساعت نم بگیری. و هر چی گوشت ماهیچه آمدن امکا تو پاتیل. و 1 2 لیتر او ملیک و زرچوبه زد. امنا که نیم ساعت جوش بخورد. بعد از نیم ساعت کف گوشت گرد گوشتم امنا تپیا زد کمی زعفران و زیره و فلفل سیاه. و بعد از 1 ساعت امکا کمی اوجی شلی و امنا لتش خیلی ریس به مدت 2 ساعت. بعد از 2 ساعت درش امکا باز و امکا نمیر تازه شلی و کماوای دو دمی. وقتی که برنجم آماده بی کمی امکا تی 1 ظرفی و نک امکا برنج زعفرانی. زعفران هن مال آقای کمالی. چش بکنی اوشن چه رنگ و لعابی. آخ که تو چنگ و مد کرده آقای کمالی. ماهیچم که نک بی امنال برنج زعفرانی و امسون شلی خلال پسته کرمانی. حالا اگر تون خشن همه بکنی بر ما 1 لایکی. چندی خشن، خیلی خشن. برنج ابو کمال خیلی تکه. دونش هن بلند و نمره 1. الان طلب بکنی که غایشه. رقم تلفن و اینستاگرامش هم تو کپشنن. حیاکم. مرحبا و سلام علیکم. امروز می براتون نک بکنم ماهیچه پلو با برنج ابو